رو فهمیدم و بعد فهمیدم که ریاکشن های این هیومن کور چیه و اساس اون علائم میتونم دارو رو به شخص تجویز بکنم. حالا هومیوپاتی وقتی که این دارو میده اون تعادل فکر، جسم و روح رو برمیگردونه. حالا اگه یک شخصی که فشار خون داشته بعد از 6 ماه وقتی صحبت میکنه میگه که من فشار خون ندارم، دارو هم نمیخورم. خب بعد میگیم که خب اون علائم فکری که داشتی، مثلا ترسات چطوره؟ مثلا ترس از آینده، میگه نه اونقدر دیگه نیست. ترس از مثلا اینکه بچه ها ما دست میدم ندارم، خیلی خیلی کم داشت. یا اینکه اون خوابهایی که میدیدی، خوابهایی که مثلا حالا خونه‌شو گم کرده، یا اینکه مثلا از جایی داره پرت میشه، یا خونه‌ش داره آتیش میگیره، یا خواب مرده زیاد میبینه، دیگه وجود نداره. دیدید شما یه سری آدم‌ها همش خواب مرده میبینن، فقط خواب مرده، فقط این داره بهش یه چیزی، یه علامت رو بهش نشون میده. چون تعادل نیست، نه چون تعادل تو سیستم نیست. ما همیشه این داستانو، اینکه شما الان ممکنه بمیره، ترس از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی خبره یعنی خواب داره یه خبری میده، ممکنه مثلا شخص نه اینطور نیست. این دیده این خانم بود از داستان، دیده شما ممکنه یه چیز دیگه باشه از داستان خواب ما. ببینید پس بنابراین هر آدمی رو وقتی شما ایندیویدوالیتی نگاه میکنید میبینید خیلی علائم مختلف داره. من شاید برای بعضیا گفتم مثلا مریض داشتیم که 3 ساعت و نیم باش حرف زده فرم پر کرده اینا، ولی به داروش نرسیدیم. مثلا قطعی بگیم که این دارو مثلا میتونه باشه. بعد آخر مثلا یه قسمت دیدم که نوشته خیلی حساس به صدا، oversensitive نویز. این منظورتون چیه؟ مثلا چیه نویزی؟ چقدر؟ میگه ببین شما مثلا کاپشن میگوشید، کت میگوشید یا شلوار میگوشید، این ناخون میکشه روی مثلا کاپشن یا شلوار، همون صدا مثلا دیوانه. وقتی نگاه میکنی میبینی oversensitive to noise even scratching on the silk، یعنی حتی خراش رو ابریشم اذیتش میکنه. بعد نگاه میکنی میبینی فقط مثلا یک داروه که این علامت رو داره، میبینی مثلا زنجبیل وحشی یا آساران. بعد میبینی زنجبیل وحشی نگاه میکنی میبینی با اون علائمی که قبلا این آقا تو 3 ساعت گفت مطابقت داره یا نداره. میبینی داره، مثلا میبینی رانندگی میکنه، همش فوش میده، همش میخواد بزنه جلو، دیر یکی مثلا آروم میره، گو مثلا یکی زد از جلو میزنه، عصبانی میشه و مسائل دیگه. میخوره بهش، آسارون میگی بهش. ولی برای چی اومده؟ برای اون حساسیت به صدا؟ نه، مثلا برای فشار خونش اومده. فشار خونی که مثلا 15 سال داشته، 2 تا دارو میخوره، همش هم این داروش دوزش رفته بالا، بازم فشارش 15 رو 9. آخه چه اتفاقی؟ یعنی واقعا ما میگم که این شخص 15 سال باید یه چیزی رو تجربه بکنه، یه چیزی پرضرر رو، یه چیزی که خاصیتی نداره، پر از ضرره و بعدم نتیجه نگیره. آخه واقعا اگه ما آدمای 2 تا 4 تا هستیم، حساب کتابی هستیم، حساب همه چیز رو میکنیم تو زندگیمون که سرمون کلاه نره، اینجا کلاه نرفته؟ اینجا کلاه میره دیگه.
چطور من میتونم مثلا یه داروی گیاهی یا حتی مثلا مثلا میوه رو که خاصیت هم داره بعد روزی مثلا 1 کیلو بخورم، نیم کیلو بخورم به حساب اینکه خوبه، ولی تا آخر نمیشه، میزنه پدر منو در میاره. سیب خیلی عالیه، نمیتونم 4 تا سیب بخورم روزی که هر روز تا آخر عمرم که یه دونه سیب، یه دوزی داره، 4 روز میخوری 2 روز نمیخوری، ولی این ممتده ولی آسیب زننده نیست. ولی چطور شیمیایی 1 نوع 2 نوع 3 نوع چیزهای مختلف، اونم سالها. من میشونم بشینیم یکم فکر کنیم روی این مسئله. اگه میبینیم که به نتیجه نمیرسیم، ضرر هم داره، پس باید به قول سهراب چشما رو شست، یه جور دیگه دید. یه جور دیگه هم هست که این همه آدم تو دنیا استفاده میکنن، این همه آدم معروف استفاده میکنن، نتیجه دیدن. مثلا تلقین که اگه میگه مثلا این شکره، مثلا این بچه‌ای که مثلا 2 سالشه میاد مثلا هیرش برون داره، رودش کار نمیکنه، یا گوست 10 روزه داره، زرد شده، نمیدونم اشتها نداره، بعد چرا مثلا خوب میشه اگه پلاستیکو یا اگه شکره؟ و اگه شکری که شکر بده چه خوبه، شکر خوب، اگه درمان میکنه خوب شکر میکنه، چش کاری داره؟ بهتر از اینکه شیمی بخوره که اگه اینجوریه. قبوله؟ شما داستانی سرسر